شما می توانید تشخیص دهید که رشد موهایتان دیوانه کننده خواهد بود. یکی از موادی که در این ترکیب به کار رفته جلبک اسپرولینا هست. مزایای بسیاری برخوردار است که خواص اون رو در توضیحات برای شما نوشتم. سلام به کانال داناشو، خوش آمدید. حالا بریم سراغ ترکیب مواد. احتیاج داریم به رزماری، تخم شنبلیله، میخک، جلبک اسپرولینا، روغن کرچک، روغن زیتون، ویتامین ای، روغن نارگیل. این مواد رو خوب ترکیب میکنیم. به روش بنماری معجون خود رو آنقدر هم بزنید تا گرم بشه. در این مرحله اجازه بدید روغن شما حداقل 3 تا 7 روز در جای گرم بمونه تا غنی‌تر بشه. بعد از 7 روز اون رو صاف کرده و به ظرف مورد نظر خود منتقل کنید. به من اعتماد کنید و اون رو امتحان کنید. ممنون که تماشا کردید. کانال ما رو دنبال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید.